ببین اینجا یه زمین فوتباله که میگن مرتفع ترین زمین دنیاست. دقیقاً 200 متر بالاتر از یه صخره ساخته شده توی پارک گوس برایتریج شیووان چین. حالا فکر نکن زمین معمولیه. نه، این یه تور خیلی بزرگه، حدود 1500 متر مربع که با کابل از همه طرف آویزونش کردن. آدمای واقعی میان روش راه میرن، میپرن و حتی فوتبال بازی میکنن، اونم بدون کمربند ایمنی یا تجهیزات خاص، فقط یه حفاظ باریک کنارشه. البته پارک یه سری قانون گذاشته. بیشتر از 50 نفر نباید همزمان برن روش و وزن هر نفرم باید زیر 90 کیلو باشه. خیلیا میگن امن نیست، ولی مسئولای پارک میگن تور از یه جنس خیلی محکم پلی اتیلنه و حتی یه تور دیگه هم زیرش هست واسه احتیاط. با این حال چیزی که مردم بیشتر میترسن پاره شدن تور نیست، بلکه شل شدن کابل هاست. در کل اسمش زمین فوتباله، ولی خب کمتر کسی واقعا فوتبال بازی میکنه. اگه باحال بود لایک و فالو یادت نره.